هر موضوع برادران عزیز دلالت به آن می‌کند که الله تعالی یگانه است، شریک ندارد. امروز موضوع ما کشاورزی بود، چاره‌داری بود، جستجویی است که حلال بود. ولی این موضوع هم برای ما خاطررسان می‌کند که الله تعالی یگانه است. الله تعالی شریک ندارد. پروردگار عالم در سوره واقعه میگوید که افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. یا مراتب به آن کشتی بر زمین کردید نگاه کنید کی آن را سبزانید؟ شما سبزانیدید یا من سبزانیدم؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. شما سبزانیدید یا من سبزانیدم؟ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفکهون. اگر ما خواهیم زراعت شما باید خاشاکی مبدل می‌گردانیم که در یک شمال اندک نیست و نابود میشه، سپس پشیمان شده میشیم. یعنی پروردگار عالم دهقان همیشه توکل به پروردگار دارد. دانه به زمین می‌پراید، باقی‌مانده‌اش از الله است، امید از الله است. شب و روز دعا می‌کند که پروردگار عالم زراعت من از آفات سلامت نگه دارد. و پروردگار عالم ما را وقتی که میوه پخته میرسد با قدرت پروردگار یک مراتب باز نظر کنید. انظروا الی ثمره اذا اثمر و ینعم. یک مراتب وقتی که میوه پخته میرسد نگاه کنید و میوه نگاه کنید که چقدر پروردگار همین قدرت همین شکل با آورد. و انزل لکم من السماء ماء. الله تعالی ذاتی که از آسمان برای شما آب نازل کرد. فانبتنا به حدائق ذات بهجه. ثانی به واسطه آب باغ‌های ذات بهجه، باغ‌های خوشمنظره، عجایب میوه‌های رنگارنگ با لذت و طعم‌های گوناگون آفریدیم. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها. شما نمیتونید که سبزانیتان درخت بشه. ما کان لکم. شما قدرت سبزانیدن ندارید. هیچ کس میگه خداوند هم نداره. خداوندی که غیر الله تعالی مردم برای خود خدا گرفتن. اله مع الله. سال خدا که غیر الله تعالی دیگر خدا هست که همین کارهای کرده. پیامبر علیه السلام گفتند که لا یقل احدکم زرعت. یکی شما نگوید که سبزانیدن نگوید، ولکن لیقل حرثت. لیکن گوید که شجاع کردم. سبزانیدن نگوید، شجاع کردم، کشت کردم. این آداب همراه پروردگار. سبزاننده خدا است. فالق الحب والنوى. سبزاننده دانه‌ها الله تعالی است. انسانیت هیچ کاری کرده نمی‌تواند. این برای ما و شما تعلیم می‌دهد که اعتقاد به یگانه الله تعالی کنیم و به غیر الله تعالی سری تعظیم و سری فروغ نآوریم. یاری و استعانت